روز هفتم مای سال 2024 بر اثر تیراندازی مرزبانان قرغز ساکن 34 ساله نویه جبار رسولوف معلم فن تاریخ مکتب رقم 4 عالمجان عبداللهیف تیر خورده است. تیرپرانی نیمه اول روز هفتم مای بین ساعت‌های 11 تا 11:20 به وقت دوشنبه در مرز بین نویه جبار رسولوف ولایت سوخت و نویه لیلک نویه بادکن قرغزستان رخ داده است. فرضیه طرف‌ها درباره این دو از هم جدا فرق می‌کنند. بنا به گزارش مرکز مطبوعات قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان هفتم مای سال 2024 ساعت 11:00 به وقت محلی شهروند جمهوری تاجیکستان عبداللهیف عالمجان سال تولدش 1990 ملتش ازبک معلم فن تاریخ مکتب میانی رقم 4 نویه جبار رسولوف با مقصد روشنی انداختن به قضیه و سرنوشت پسر نابالغش خواننده مکتب میانه نامبرده عبداللهیف رمضان که در خط سرحد دولتی بازداشت شده بود نیت داشت تا با نظامیان قرغز در دهه سلوکته مراجعت کند. مرکز مطبوعاتی قشون‌های مرزبانی تاجیکستان می‌افزاید یگان عمل و کرداری که به پرینسیپ‌های همسایگی نیک مخالف است وابسته به مقام اجتماعی خود عبداللهیف نشان نداده است، ولی به مقابل او یرق و تشویشان استفاده شده است که در نتیجه آن وی یره‌دار گردیده است. عالمجان عبداللهیف را در بیمارخانه نویوی بستری کردند و مقامات دخلدار دو دولت این حادثه را تحقیق می‌کنند. خدمات مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری قرغزستان خبر تیرپرانی در مرز را تصدیق کرد، ولی چگونه رخ دادن حادثه را به گونه دیگر نقل کرد. بنا به فرضیه مرزبانان قرغز تقریبا ساعت 12:20 به وقت بیشکک یا 11:20 به وقت دوشنبه در نزدیکی دهه بوسوگوی نویه لیلک ولایت بادکن مرزبانان قرغزستان چوپان‌های شهروند تاجیکستان را دیدند که چاروای خود را 300 متر دورتر از خط مرز در داخل قلمرو قرغزستان چرانیده ایستادند. شهروندان تاجیکستان طلب مرزبانها در مورد ترک قلمرو قرغزستان را اجرا نکردند و بالای این به طرف مرزبانان سنگ پرتافتند. یکی از چوپانها به طرف مرزبانان قرغزستان 3 تیرم خالی کرد. با مقصد پیشگیری از تشدید وضع مرزبانان قرغزستان به طرف هوا چند تیر آگاه کننده زدند و بعد این چوپانها به طرف قلمرو تاجیکستان فرار کردند. از مرزبانان قرغزستان کسی آسیب ندیده است. مرزبانان قرغز در اطلاع خود می‌افزایند که بنا به معلومات تصدیق نشده یک شهروند تاجیکستان از پایش تیر خورده است، ولی در کدام شرایط کی و چگونه تیر خوردن او روشن نیست، چون که کارمندان مقامات حفظ حقوق تاجیکستان تنها عکس او را پیشکش کردند. هر دو طرف تاکید کردند که در حال حاضر وضع در مرز تاجیکستان و قرغزستان آرام بوده وضعیت در مرز تحت نظارت قرار دارد. خبرها درباره تیرپرانی نو در مرز تاجیکستان و قرغزستان در حال است که در این مرز از تیر ماه سال 2022 به این طرف آرامی نسبی حکمفرما بوده و طرفها حتی به انجام مذاکرات مسائل مرزی و به امضای سازشنامه نهایی تیاری می‌دیدند. تا امروز از 987 از 6 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرغزستان 929 کیلومترش معین کرده شده. همگی 58 کیلومتر دیگر این مرز معین نشده باقی مانده است. این در حالی است که همگی یک سال قبل تنها چیز بیشتر از 600 کیلومتر مرز این دو کشور معین شده بود. در سالهای 2021 و 2022 در نتیجه زدخوردهای مسلحانه در مرز دو کشور نزدیک 200 نفر کشته شده، بیش از 700 نفر از هر دو جانب زخمی شدند. قرغزستان از ماه مای سال 2021 مرزش را با تاجیکستان پورا بست. در اول مبارزه با کرونا ویروس همچون بهانه رسمی بستن مرز گفته میشد، ولی بعد که خطر کرونا ویروس از بین رفت ولی مرز همانو بسته باقی میماند. رهبران قرغزستان چندین بار گفتند که مرز با تاجیکستان تنها بعد پوره حل شدن مشکلات مرزی با این کشور گشوده خواهد شد.